خب دوستان عزیز شروع میکنیم کتاب اسلوونسکا بسدا و ژیو انا رو، کتاب اولمون، به این دلیل که ما واژه ها رو یاد بگیریم، بعدم گرامر رو بهتون بگم، مال هر فصلی رو راحت تر در واقع برخورد میکنید با اون فصل. ببینید ما در بخش اول به سیدنی زاکلات که نوشته یعنی گنجینه لغات. زاکلات یعنی گنجینه. خب این گنجینه در واقع لغتی محسوب میشه. چی داریم؟ اوسبن اینفورماتسیه. اوسبن اینفورماتسیه. خب اوسبا یک شخص دیگه ها، این شده اوسبنی، بعد اینفورماتسیه. اوسبنی اینفورماتسیه. ببخشید اوسبن اینفورماتسیه. باید تبعیت کنه هستی. اوسبن اینفورماتسیه اطلاعات شخصی رو شما میدید اینجا. ایمه پریمک نام خانوادگی سپول. خب جنسیت مشکی مرد، ژنسکی زن. ببینید مشکی سپول، ژنسکی سپول بخاطر چون به خاطر سپول داره حرف میزنه اومده. داتوم رویستوا یعنی تاریخ تولد. داتوم یعنی تاریخ. داتوم رویستوا تاریخ تولد. یزیک زبان هستش، هم زبانی که حرف میزنین هم زبان معنی زبان انسان. پودپیس، پودپیس این هم در واقع امضا هستش. ببینید پودپیس نیست، این د خیلی اوقات تو زبان اسلوونیایی پ تلفظ میشه، ساری بخشید ت تلفظ میشه. پودپیس، پودپیس. اینا ببینید انگار من اینجا مثلا اینو به جای پودپیس میگم پودپیس. پودپیس این د شبیه ت تلفظ پودپیس. ناسلو آدرس، اولیتسا خیابان. اولیتسا. خب حالا از این بعد که میرین تو خیابونا مثلا دقت کنیم، مثلا یه خیابون میبینین نوشته اسلوونسکا اولیتسا، خیابان مثلا اسمش خیابان اسلوونسکا اولیتسا. مثلا دقت کنید کرای یک محلی هست، یک منطقه هستش، ناحیه هستش. کرای ناحیه است. بعد مستو که شهر، درجاوا کشوره. پس اگر که من اینجا مثلا توی فرمی نوشته درجاوا، بعد میخوام روبروش بگم من چی میشه؟ ایران. درجاوا ایران. این اصلو آدرس ایمیلتون هست. اسپلت ناستران همون چی هستش در واقع، اون آدرس صفحه اینترنتی هستش. خیلی خوب. بخش بعدی که اینجا میاد روبروش هست نوشته درجاوا. درجاوا، درجاوا یعنی کشور، کشورها اسلوونیا. اگه اهل اسلوونیاست میشه چی؟ ایز اسلوونیه. درجاوا جلوش بنویسید پتیسکلون، ببخشید جلوش بنویسید دروگیسکلون، چون همیشه با دروگیسکلون میاد. پتیسکلون وقتی که شما در یک کشوری هستین، مثلا میگین که من الان در اسلوونیا هستم، درجاوا میتونه پتیسکلون هم باشه. من میگم دروگیسکلون که من از اون کشور اومدم. اگه ساکنه، اگه در یک کشوری هستم در اون صورت میشه پتیسکلون. اما شما در واقع با درجاوا دروگیسکلون الان یادتون باشه بهتره. خیلی خوب. حالا یعنی چی؟ مثلا اگر که شما دارید درجاوا ایران، بعد یه نفر از شما میپرسه که شما اهل کجایی، بعد شما میگی ایز ایرانا. درست شد؟ پس همینجا هستش که این ایران چون جنسیت مذکر داره این شده آ. خیلی خب. آستریا is آستریه. ایتالیا is ایتالیه. مجارسکا is مجارسکه. هرواشکا is هرواشکه. نمچیا آلمان is نمچیه. فرانسیا is فرانسیه. آرژانتینا is آرژانتینه. زدا is زدا. زدا همون آمریکا هست، ایالات متحده آمریکا. کانادا is کاناده. خیلی خوب. حالا بریم سراغ بخش بعدی این که راجب پوکلیتسی صحبت میکنه. پوکلیتس. پوکلیتس شغل ها میشه پوکلیتسی، برای همین جمع بسته شده. ببینید فرم مفرد فرم مذکر و مؤنث شغل ها فرق میکنه. اوچیتل
معلم اوچیتلیتسا معلم یک خانم. همیشه اولیا مذکرن دومیا مؤنث دیگه نگم. پرودایالتس پرودایالکا فروشنده. پروایالتس پروایالکا مترجم. خیلی خوب. فریزر فریزرکا آرایشگر. فریزرسکی سالون در واقع اون آرایشگاه هست. نوینار نوینارکا خبرنگار. اکونومیست اکونومیستکا اقتصاددان. ناتاکار ناتاکاریتسا این همیشه پیش خدمت. زرانیک زراونیتسا این همیشه پزشک. پسیولوگ پسیولوگینیا خب این هم روانشناسه. تاینیک تاینیتسا معمولا تاینیتسا رو داریم، همون در واقع منشی هستش، منشی خانم. اشتودنت اشتودنتکا این هم که چی هستش؟ دانش آموز. خیلی خوب. بعدش چی داریم؟ خیلی خوب. بعد از پوکلیتسی نارودنوستی داریم. نارودنوستی نارودنوست به معنای ملیت هست. نارودنوستی ملیت ها. ببینین اسم کشور مثلا میگیم ایران، بعد میگیم من ایرانی هستم، خب پس در واقع ملیت هم با اسم کشورم فرق میکنه. زبان هم که مثلا میشه پارسی، پس اینا هر کدوم یه واژه است. حالا ما اونجا داشتیم اسلوونیا درژاوا. اینجا اسلوونت یک مرد اسلوونیایی، اسلوونکا میشه یک زن اسلوونیایی. اسلوونیایی ها به طور کلی میشه اسلوونسی. خب آستریت آستریکا. ایتالیان ایتالیانکا مثلا مارکو یه ایتالیان. آنا ماریا یه ایتالیانکا. مجار مجارکا. هروات هرواتیتسا اینو دقت کنین، اینو خود فرق میکنه. نمت نمکا آلمانی. فرانسوز فرانسوزینیا فرانسوی. آرژنتینس آرژنتینکا. آمریچان آمریچانکا. کانادچان و کانادچانکا. ایران هم که میشه ایرانت یه آقای ایرانی و ایرانکا یک خانم ایرانی. اینو هم دقت کنید. بعد اینجا توی بخش بعدی نوشته کدو. خب کدو یعنی کی. خب میتونه مشکی یا جنسکا باشه. مشکی مرد جنسکا زن. من میگم چون بالا نوشته بود مشکی جنسکی، اینجا شو جنسکا. ببینید اون مشکی جنسکی سپول هست. سپول چون در واقع فرم مذکره این دوتا شدن ای، ولی اینجا خودش مستقلا کدو کی نومیناتیو مشکی جنسکا. گسپوت آقا، گسپا خانم. سوشولت همکلاسی آقا، سوشولکا همکلاسی خانم. سوسد همسایه، سوسدا همسایه خانم. خیلی خوب. بعد چیگاو یعنی مالکی. موی مال من، تبوی مال تو، نیگو مال اون آقا، نین مال اون خانم، باش هم که مال شما، در واقع مال شما به شکل محترمانه یا مال شماها. اون چیگاه صفت ملکی رو نشون میده. تو گرامر گفتم برین یه دور نگاه کنید. پردستاویتسه یعنی خودتون رو معرفی کنید. کاکو وام یه ایمه اسمتون چیه؟ تو حالت در واقع محترمانه داره میپرسه. یاسم یرنی. کاکوس پیشته. فامیلیتون چیه؟ پترووت. اتکودسته اهل کجایید؟ سمز اسلوونیه. سم سلوونت. سمیز ایرانا. سم ایرانکا یا ایرانت. کاتر یزیک گوبوریته. گوبوریم سلوونسکو انگلیشکو نمشکو. چه زبانهایی حرف میزنید؟ این سه تا زبان. نگووریم اسلوونسکو. خب حالا ایشون یکی اسلوونیای انگلیسی یا آلمانی حرف میزنه، بعد دوم میگه نگووریم یعنی حرف نمیزنم. نگووریم اسلوونسکو زبان اسلوونیایی حرف نمیزنم. کایست پاپوکلیتسو شغلت چیه؟ سم اینژنیر. سم شتودنت هنوز. شه یعنی هنوز. هنوز در واقع دانشجوام. پوزدراوی چجوری سلام علیک و احوال پرسی میکنیم؟ دوبرو یوترو صبح بخیر. دوبردان روز بخیر. دوبر وچر
عصر بخیر، ژیویو، زدراو، چاو. خب میخوایم بگیم که مثلا سلام یا خداحافظ. موسلی خوشبختم، کاکوسی چطوری. خب وقتی که یه نفر به من مثلا میخوام خداحافظی کنم میگم ناسویدنیه، میتونم بگم چاو، شب بخیر میشه لاه کنوچ. ژیویو آدیو چاو بازم میشه خداحافظ. موسلی هم که خوشبختم و کاکوسی جوابش چی میشه؟ میشه زلو دوبرو، خیلی خوبم، دوبرو خوبم، شکار میگذره. تاکو ای بدک نیستیم و اسلابو هم که اصلا خوب نیستم. اما خوبیم دیگه چون واژه هامون رو دوره کردیم و خوشحالیم. پس خداحافظ بچه‌ها تا جلسه بعد.